خب سلام مجدد راجع به اینترا هپاتیک بیلیاری سیستم میخوایم یه ذره صحبت بکنیم. خب یکی از بهترین مدالیتایی که برای مجاری کلا داشته باشیم اینه که MRCP شون بکنیم. MRCP چیه؟ همون در واقع MRI که از کلانژیو پانکراتوگرافی انجام میشه که در T2 به صورت خیلی در واقع بدون کنتراست heavily weighted هست و very helpful برای چی؟ برای اینکه بتونیم اون ابستراکشن ها، تنگی ها، گشادی ها رو با MRCP ببینیم، فیلینگ دیفکت ها رو ببینیم. خیلی برای مجاری فوق العاده است. خب راجع به سایز نرمالش چیزی که من سرچ کردم اینو برام آورد. فکر کنم بیشتر منظورش توی سونوگرافی هست بچه‌ها که مثلا میان هپاتیک بیلیاری داکت ها رو میگه. اونی که میگه در مرکز هست، تو CT و MRCP هم میشه سایز زد دیگه. 2 میلیمتر سنترال پارتس تو لیور و به پریفر که میره تا 1.8 میلیمتر ماکسیموم سایزش. اگه بیشتر از این باشه پس دیلاته هست. اینجا هم یه شکل دیلاته رو براشون پیدا کردم که کات CT رو داره و سونو داپلر و مجاری رو هم نشون میده که اون داکتمون هست که با فلش نشون داده دیلاته هست. خب با چشم که نمیشه، اما که اینکه باید سایز بزنه دیگه. سایز زده 43 سانتی متر، یعنی 4 میلیمتر دیگه حداقل، یعنی بالای 2 میلیمتر. خیلی دیلاته است. تو CT هم که کاتش مشخصاً مجاری دیلاته هست. خب اینجا یه مثالی رو از MRCP آورده که نگاه میکنید بچه‌ها قشنگ مجاری رو از اینتراهپاتیک داره نشون میده تا اکستراهپاتیک و کامن بایل داکت و CBD که اینجا نگاه میکنید یک مایلد اینتراهپاتیک و اکستراهپاتیک دیلاتاسیون پیدا کرده به دلیل اون انسدادی که کجا داره؟ در دیستال کامن بایل داکت که با فلش نشون داده شده. اون فیلینگ دیفکت احتمالاً سنگ بوده. اگه مثلا یه دیلاتاسیون واضح باشه بچه‌ها یا مثلا فیلینگ دیفکت، اینو در این حد میتونیم پیدا بکنیم. ما چون فوق‌گوارش نیستیم و رادیولوژیست هم نیستیم، خب این راحتی هم که نیست، ولی الان خیلی جالبه همین که داریم می‌بینید شکل سه‌بعدیش هم هست، قشنگ میچرخه. میتونیم کل مسیر مجرا رو تو کات‌های مختلف و حالت سه‌بعدی هم حتی ببینیم اگه MRCP کیفیت خوبی داشته باشه. اما میرسیم به کلانژیوکارسینوما. کلانژیوکارسینوما اسمش تو شریگه. کلانژیو از در واقع بیلیاری نئوپلاسم هست، مجاری صفراوی و بیلیاری اگر دچار کنسر بشن بهش میگیم کلانژیوکارسینوما. هر جایی از این مسیر میتونه دچار این کارسینوم بشه. اگر حالا کلاتسکین تومور رو بپرسن کجا هست، اگر در واقع رایت اند لفت هپاتیک داکت اونجا درگیر بشه و باعث بشه که دموی تومور ایجاد بشه، مریض مثلا با علائم کلانژیت و ایکترینا میاد، اینجا بهش میگیم کلاتسکین تومور. کجا؟ پس یه بار دیگه بعد confluence of the right and the left hepatic duct اگه اونجا باشه میشه کلاتسکین تومور. اینجا تصویری CT MRI MRCP رو داریم میبینید بچه‌ها که یک لو دنسیتی مس در همین جایی که گفتم، خب در هپاتیک داکت راست و چپ میخواد اونجا که در واقع جدا میشه از هم، اونجا اگر طول داشته باشیم یک کاتافی اونجا داریم. خب یک مسی اونجا هست که توی MRCP هم با فلش نشون داده شده. میگم خیلی راحت نیست، ولی خب اگر مریض علامت دار باشه حتما باید ریپورتش هم گرفته بشه. خب اینجا دو تا کیس رو آوردم بچه‌ها. یک کیسی که در واقع CT اول و دوم مربوط به یک کیس هست. یه بیماری بوده که متاستاز وسیع به کبد داشته به دلیل کلانژیوکارسینوما. مثلا میگه بافت به هم خورده، تو مسیر بیلیاری هم به هم خورده است و CBD گفته دیلاتات اینتراهپاتیک. اون چیزایی که داریم دیلاتاسیون هایی هستن که در داخل کبد اتفاق افتادن، مجاری داخل کبدی، و CBD هم هتروژنه و دیلاته شده و رایت پورتال وین هم نرو شده که احتمالاً میگه به دلیل اینوژن تومور است. این در حد ما نیست، خیلی راحت نیست، خیلی سختیه برای تفسیر. خب برای همین ما ریپورت میگیریم. ولی نگاه بکنید که مشخصه یه درگیری داشته، آسید داره، وسطی هستن. ولی کیسی هم در سمت راست کلیه داشته، در سمت راستی مربوط یه کیس دیگه است که اینوژن وسیع داره، دیفیوز اینفیلتریشن داشته، کلانژیوکارسینوم بوده بیمار. خب یک اسلاید مونده با آخر اون هست، یه بیماری کالوری هست، دوست داشتم براتون بذارم. یه بیماری که در واقع اینتراهپاتیک بیلیاری دایلیشن داریم، معمولا متعدده و یه نشانه‌ای داره به اسم سنترال دات ساین که اختصاصی نیست ولی خیلی خوبه به تشخیص کمک میکنه.
که همون با در واقع قرمز نشون داده شده که مشخصا یک نقطه داخل اون دیلاتاسیون داره میبینید دیگه. تشت افتراقش پریبیلیاری سیست هست، پریپورتال لیمفدما هست، یا اگر یک ابستراکتیو بیلیاری دایلیشن وسیع و شدید داشته باشه هم میتونه همچین نمایی داشته باشه. اما تو پی اس سی گفته که دیده نمیشه و تو ریکرنت پایوژنیک کولانژایتیس هم همچین نمایی رو میاره نمیبینیم. اگه اینو دیدین دیگه این تشخیص رد میشه، به بیشتر به نفع کالری دیزیز میتونه باشه. تو کالری دیزیز اگر مثلا مریض اپیزودهای مختلفی یا درگیری اینو شهید بشه میتونه کولانژیتین رو بده، میتونه سیروز بشه در نهایت و حتی مریض نیاز به پیوند کبد پیدا بکنه. خب اینم آخرین اسلاید مربوط به این بخش هست. بچه یک کیس رو داشتم جالبه. این مریض کرونیک پانکراتایتیس بوده، اومده چند هفته بعد که معمولا 4 هفته بعد ایجاد میشه اگه بخواد یک سیست ایجاد بشه. یه سلوسیس ایجاد شده که هم تو طحال هست هم تو پانکراس که هست و انقدر این سیست بزرگ بوده و اینفیلتریشن پیدا کرده، خب تخریب میده دیگه آنزیمای پانکراس و این فشاری که آورده میتونه وارد مجاری قبلی مثلا مجاری داخل کبدی هم شده باشه که اینجا اینتراهپاتیک سودوسیست هم داریم.